سلام بچه، چطورین؟ ما امروز اومدیم که از زیبایی ها تعریف کنیم. حالا زیبایی چیه؟ بانو منیژه دولت. یکی از بچه ها همینجوری داشتیم صحبت میکردیم تو اینستا و یه تلگرام، نمیدونم دقیقی یادم نیست، به من گفتش که یه چیز جالبه، فکت. چی؟ گفتش که توی تاجیکستان هر چیز زیبایی بخواد باشه، مثلا ماشین جدید بخواد تولید بشه، میگن اسمشو میذاریم منیژه. مثلا چیز خیلی قشنگ زیباست، ما بذاریم اسمش منیژه. یا مثلا میگن اگه دختر عاشق پسر باشه، یا هر چی، پسر عاشق دختر باشه، میگن عشقشون خیلی قشنگه، میگن عشقش به زیبایی منیژه است، بانو منیژه. جدی دارن میگن اینو. بچه‌ها گفتن واو. بعد بهزاد کامنت گذاشت، گفتش که اگه 10 میلیون تو تاجیکستان باشن، 10 میلیون نفر عاشق بانو منیژه. یعنی انقدر خاطرش میخوان چجوری که انقدر همه عاشق بانو منیژه هستن. و یکی هم کامنت گذاشت، کی بود؟ یادم نیست، گفتن که درسته که 20 سال مثال 2005 2006 دیگه نخونده، ولی یاد خاطرش همچنان هست و اصلا کمرنگ نمیشه. ما بیشتر هم دوستش داریم. و اونم که توی افغانستان بود سال 2006 بچه‌ها گفته بودن، گفتم چقدر قشنگ و اینا چیزایی بود که بچه‌ها کامنت گذاشتن. هم دمتون گرم، مرسی که کامنت گذاشتین، خیلی راهنمایی میکنین و ما بیشتر اطلاعات داریم. اینم از این. الان می‌خوایم ریاکشن بریم. اسم موزیک رو بیارم، یه تیکه از آهنگشو بگم. من دوست می‌دارم تو رو. یه بچه‌ها میدونن، تو کامنتم زدم اسمشو، منیژه دولت‌آوا. و آره دیگه، کیه؟ 7 سال پیش توی این چنل، حالا نمیدونم قدمتش چقدر، 7 سال پیش منتشر شده. آره بریم. با عرض درود و ادب به تمامی سروران تاجیکستان در هر جای جهان که هستند. شمع را گفتم چرا تو عاشق پروانه ای؟ در فراق یار می سوزی در دیوانه ای. شمع گفتم دل که عاشق است بتانه، عاشق پروانه ام تا نفهمی احوال من. عاشق و معشوق را حال و هوای دیگر است، قصه لیلی شنو ما را نوای دیگر است. در ره عشقت بباید از سر و جان بگذری، گر بخواهی مهر او باید ز جانان بگذری. قلب عاشق را نباشد مرهمی جز وصل یار، بلبل عاشق به گل خواند سحرگاه بهار. این دل مسکین مکن خرده نگو دیوانه ای، من خوشم از عشق و مستی نیست. اسم شعرم مستی بود. داده آهنگ سفر محمد افتادم، مستم و دیوانه. آره کی برات خانه. آره. خب بریم سراغ ویدیو. بریم. تاجیکستان به پیش. جا دادن خاک اونجوری پهلوانی. آره حداقل این قدمتش با 20 سال پیشه. این هم افغانستان نیستش اجراش؟ نه اونجا یادمه که لباسش فکر کنم سفید بود. این ریاکشن رفتیم اونجا نیست فکر. اسمش شد اما اولش بود. من خود نمیدانم چرا با این همه
آها بیهوده خارم میکنی، اسم شعر بیهوده خارم میکنی. راستی بابا این موزیک ویدیو اصلیش نیستا، از همه ویدیوهایی که از بانو منیژه هستش، چون این موزیک ویدیو مثل اینکه نداره، خب یه آهنگه ادیت کردن، تیکه تیکه ها رو گذاشتن روی آهنگ. موزیک ویدیو نداره اصلا. شاید من هرچی گشتم فقط آهنگ بود، بعد اینو بچه ها فرستادن که گفتن حالا میخوای بیزار ببینی و اینا، هم آهنگ گوش بدین. یه تیکه از حالا هر جا رو گذاشتن تو آهنگ از بانو منیژه. درستش کرد. مشتی اصلا معلومه بچه میخوام از این کامنت بذارین، میخوام خودتون بگین که یکی از مهمترین دلیلاش چیه که عاشق بانو منیژه این؟ نه؟ محبوبیتش. آره چرا از چه لحاظ؟ هر کی واسه من مطمئنا هر کی یه دیدگاهی داره دیگه. بله. کامنت بذارین، من خیلی دوست دارم، بعد توی ویدیوی بعدی همه رو میگم با اسم آیدی، حتما میگم. و امید سوی تو نظر دارم. بله. وای خیلی هزار امید سوی تو نظر داره. هزار تا امید مثلا تو رو میخوام. بعد چرا بیهوده خارم میکنی؟ چرا؟ تو عشق که جای غرور نیست، بفهم. هیچ عکسی از ما دوتا نیست. یا بله. بعد یه چیزی بگم، از خودم ناراحتم چرا؟ که چرا تا الان تو بین این 200 ویدیو تا حالا ریاکشن نرفتم. از خودم ناراحتم. داشتی مگه؟ نه خب کمکاری از منه، بعد بیشتر میگشتم.
من احساس میکنم که این کمکاری از خودم بوده که تا حالا یکی از بهترین خواننده های تاجیکستان بین 202 3 تا ویدیو توی 5 6 ماهی که دارم ریاکشن میدم تاجیکستان هنوز نیاوردم. هم واسه بچه‌ها شرمنده‌ام، همین که واسه تو شرمنده‌ام، چون که همینجا، چون که من بعد این کارم مسئولشم. بله. و فکر کنم من تازه چند روز پیش ریاکشن رو رفتم و تازه من مطمئنم خیلی های دیگه هم هستن که هنوز کش نکردم. من بعد خیلی بیشتر از این تلاش خواستم اینم فقط بگم، داشتم فکر می‌کردم وقتشه وقتش که آره خب صبح تا شب آرایشگاه کار میکنم، یه سری کارهای اداری و اینجور چیزا هست، ولی خب باز باید بیهوده خارم میکنی. من نمیدانم چرا با این همه بیرحمیت من دوست میدارم تو، انقدر قشنگه که سری حفظ کردی. یه عشق بارسته بالا هی من هیچ اینجا رو با اون نگاه داره میزنه تبلیجی داره میزنه نگاه. ساده بیالایش واسه همین اینمه داره واسه خوش میزنه، داره با بچه ها روح بزرگی داره. یکی از دلیلش که همه دوستش دارن روح بزرگی داره. من چند تا نکته تا حالا گفتم ها، حالا اینا بقیه بچه ها دختر چی هستن که دوستش دارن بانو منیجه. من دارم از خود بی خود میشم فکر کنم. کجاست؟ زمان این اتفاق واسه من میفته خیلی دیر به دیر، میذارم همیشه خودمون رو که فکر کنم خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم که از خود بی خود شدم که الان دقیقا همون موقع
آریا پروداکشن. تموم شد، قطع کنم. من حرفی واسه گفتن ندارم. خداحافظ. منم واسه گفتن ندارم، چون خیلی زیبا بود، خیلی قشنگ بود، خیلی گیرا بود. من نمیدونم اصلا دیگه نمیدونم چیزی اصلا چرا باید بیام اونجا حرف بزنم. چرا اصلا باید بیام اونجا صحبت کنم؟ اصلا من کیم که بیام اونجا صحبت کنم؟ راجبه منیژه خانم چرا باید بیام اونجا صحبت کنم؟ حالا میگیم بابا بزرگتری، اون زمان نسلت حرف میزنین، من اینجا کوچیک. من اینجا چیم کیم؟ منیژه خانم که من خیلی بزرگم. آره نه خب خلاصه گوش میدادی تو اوج جوونی مثلا آره. گوش میدادی وقتی که مثلا 20 سالت بود. نه اشتباه گفتم، وقتی مثلا 35 سالت بود که به هر حال دیگه. خب من اون موقع اصلا به دنیا نمی‌رفتم، خلاصه گوش میدادی دیگه. آره منظور من همین بود. فوق‌العاده چقدر زیبا، بود، چقدر قشنگ. ببین بابا همه اون تصویرات خیلی خوب بود. نگید نمره چند میدیا. نه اصلا جرأتش ندارم چه چیزی. همه چی خوب بود. خب آهنگ چه آهنگی بود، صدا چه صداییه، خدا وکیلی دارم میگم. چقدر عاشق صداشی. نمیگم. وای خیلی خوبه. چون به این زیبا صداها نمیشه امیر جان نمره گذاری. آره واقعا نمیشه. اون سری گفتم گفت چرا میپرسی، چرا میگی، چرا. وای یه چیز بسیار عالی نمیشه. آره واقعا نمیشه. خستگی چیه؟ سر صبح تا شب کار کردن چیه؟ من که خسته بودم من آوردی، ولی الان دیگه خستگیم رفت شد. خب شب تا صبح هم بیداری. آره ما خستگی چیه؟ کار چیه؟ اصلا همه اینا شست رفت. خانم انجمن تو رو خدا بیا دوباره بخون. میدونم هزار تا دلیل ممکنه باشه ولی بیا دیگه یه دونه بخون. من از ایران، من و پدرم درخواست میکنیم که دوباره بیای بخونی. دوباره بیای بخونی. یعنی میبینیم دوباره میخونه؟ مطمئنم که نه، مطمئن نیست داد نخونه، ولی روی ما رو زمین نرو. ما عاشق صدا تیم، شخصیت تیم، بانوی زیبا صدا، زیبا رو. من دیگه حرفی ندارم. انشالله زنده باشی هر جا هستی. بعد ویدیومونم ببین حتما. آره الان که گفتم که نمیشه ببینه بعد این صدای منو مثلا داشته باشه که یا امیر مثلا امیرمونم گفتش که ویدیو رو بریم ببینیم، بعد اول این ویدیو رو ببینه تا به حرفم برسه. به هر حال دیگه ببین دیگه. حرفی هست؟ نه عزیز من، خیلی 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 دوستتون داریم. تا ویدیوی بعدی شما عاشقتونیم. آره چرا راه دور بریم، عاشقتونیم. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم تا ویدیوی بعدی. خدا پشت برنامه‌تون باشه. تاجیکستان به پیش.